چطور نایکی با یک ترفند زیرکانه و بدون هیچ هزینه تبلیغاتی صدها میلیون دلار کفش جردن فروخت؟ سال 1984 و نایکی میخواد یک لاین کفش لوکس بسکتبال به تولیداتش اضافه کنه، اما چون رقیبان خیلی قدرتمندی در این حوزه داره و میترسه که این لاین شکست بخوره، به همین خاطر نمیخواد هیچ هزینه تبلیغاتی پرداخت کنه. برای همین تصمیم میگیره که با مایکل جردن که محبوب ترین بازیکن بسکتبال اون زمان بود شریک بشه. نایکی برای فروش از یک ترفند زیرکانه استفاده میکنه. اون زمان یکی از قوانین بسکتبال آمریکا این بود که شما تنها حق داری کفشی رو بپوشی که حداقل 51% سفید باشه. نایکی از قصد و سر شیطنت یک کفش برای جردن طراحی میکنه که کاملا قرمز و سیاه بود. این کار NBA رو خیلی شاکی میکنه و به ازای هر بازی مایکل جردن رو $5000 جریمه میکردن و البته خود نایکی جریمه رو پرداخت میکرد. اینجا دو تا اتفاق خیلی جالب افتاد. اولا بین تمام کفش‌های سفید دیگه کفش قرمز و سیاه نایکی خیلی به چشم میومد و توجه تمام مردم رو جلب میکرد. و دوما به خاطر جریمه‌های پی در پی جردن هر روز سر تیتر اخبار آمریکا بود و به یکی از ترندترین موضوعات اون زمان تبدیل شد و توجه تمام جوانان آمریکایی رو جلب کرد. و همین پوشش گسترده رایگان خبری باعث شد که تنها در سال اول نایکی $70 میلیون از این کفش بفروشه و در سالهای آینده هم بالای چند میلیارد دلار ازش فروش داشت. حالا شما چطور